امروز اومدیم سانتا مونیکا پیر یا لنگرگاه سانتا مونیکا توی شهر لس آنجلس. خوش سلام، می‌بینید که چقدر شلوغه اینجا، خیلی فضای باحالی داره، آهنگ هم که دارن پخش میکنن و هوا هم خوبه، جای شما خالی. الان نزدیک غروب هم هست، رسیدیم اینجا. دو سه تا نکته در مورد سانتا مونیکا پیر هست، حالا میریم جلوتر. تو فیلم هم می‌بینید یه چرخ و فلک خیلی معروف داره، مربوط به سال 1920 که یک اثر ملی آمریکایی هست. یک آکواریوم داره، بستنی‌ها خیلی خوب داره اینجا و ماهیگیری هم آزاده. بریم جلوتر ببینیم. برای اونایی که میخوان ایده بگیرن نگاه کنید این پایین نوشته چی؟ چیتوز هم میریزن تو ذرت مکزیکی. Thank you brother. Muchas gracias. فرهنگ و شعور من صحبت. چی گرفتی؟ با چیتوز گرفتی؟ چطوره فاطمه؟ خوشمزه؟ تون نیست؟ کرانچی؟ جای شما خالی. Players, here we go. Whoever hangs on the longest wins. Don't be the first to drop. All the way! There you go! پایزای بزرگی شما این دخترش گرفت. چجوریه اینجا فاطمه؟ خیلی باحاله، خیلی وایب جالبی داره، رومانتیک طوره، غروبه، قشنگه، شلوغه، فامیلی فرندلیه. دوست دارم من، خیلی سالمه، فضای جنگولک بازی و شلوغ بازی و اینا نیست. من اینو دوست دارم. فقط یه مقداری سر گردنه از قیمت ها، از پارکینگ گرفته ساعت چیز دقیقه نه 12 دقیقه 2.75 نمیدونم، ساعتی $18 تا ذرت مکزیکیش. قیمت خوب پیدا کردیم، ولی آره مثلا ذرت مکزیکی $10 نمیدونم، چوروز $5، سوونیر $12. آره مثلا سوونیری که $4 $12، یعنی همه چی اینجا خیلی بالاه. برای خیلی یه دونه چیز امتحان کردن خوبه و فضاش هم فضای خوبیه. هواش فاطمه کی داره میخونه؟ She give me body when I'm in need. Yes, it's a kind of friend indeed. And I've got a woman way over town now. That's good to me. Oh yeah. بچه‌ها اینجا یه تابلو قشنگی زده، نوشته که الان سانتا مونیکا پیر انتهای جاده شماره چه دادی میزن؟ سانتا مونیکا پیر انتهای جاده شماره 66 هست. از این بالا که شیکاگو هست شروع میشه، ایلینوی، میزوری و کنزاس و اوکلاهوما همینجوری میاد تا میرسه به کجا؟ میرسه به سانتا مونیکا. 2448 مایل هم که میشه چقدر میشه؟ مثلا 3000
3500 600 700 800 کیلومتر مسیر است میرسه به اینجا. این انتهای اون جاده 66 که از اون بالا شیکاگو شده. جالب. چقدر سر صدا هست اینجا. کجا اومدیم فیلم باربی بس که چالش باربی دیدیم. دیگه گفتیم بیایم فیلمش. من خیلی باربی دوست دارم. حالا عروسکی که تو بچگی باش بازی کردم باربی. Red doesn't go bad after a day. So why would we just... سلام علیکم. صبح بخیر. الان روز دومین سومین روز مونده با آخر سفرمون هست. تقریبا روز آخریه که الی هستیم و میتونیم بگردیم و بچرخیم و ببینیم و تجربه کنیم و برای شما محتوا تولید کنیم اینا. فردا هم روز توتوریال در کنفرانس هست. خدا رو شکر دیروز توتوریال تموم شد بالاخره. ما نفس کشیدیم. آره واقعا مدت ها بود ذهن من درگیر این توتوریال بود. یعنی یه درسیه که باید ارائه بدم با یه بنده خدا دیگه رو هم رفته 3 ساعت باید تو کنفرانس برای حالا نمیدونم 10 نفر چند 10 نفر چند صد نفر هر تعداد که بیان. 10 نفر که نه احتمالاً بالای مثلا 200 نفر بیان. باید براشون چیز کنیم، پرزنت کنیم. موضوعش هست Socially Responsible Machine Learning Causality and Explainable AI. خیلی موضوع خفنی. خلاصه چون که توتوریالمون تموم شد یه الان یه خورده یه کوچولو نفس میکشیم تا امروز بریم بگردیم و ببینیم چند جای خفن بخوایم ببریمتون و دیگه فردا هم بریم توتوریال تموم کنیم و برگردیم سمت سان فرانسیسکو، سمت تورنتو، سمت واترلو. بالاخره بعد از مدت ها بریم بشینیم یه چند روزی تو خونمون. خیلی دلمون تنگ شده برای خونه. حالا اونا رو بعدا براتون میگم. خب بهمون بگو حست نسبت به هالیوود چیه؟ خیلی جای باحالیه این بالا دیگه. بالای تپه هست. تقریبا کل شهرم اگر هوا خوب باشه پیداست. دو تا نکته جالب در مورد این هالیوود ساین نوشته بود که تو سال 1923 یعنی دقیقاً 100 سال پیش این تابلو رو اینجا زدن. اولش هم بوده هالیوود لند، بعد از مثلا 20 سال اون قسمت لندش رو برداشتن و هالیوودش مونده. بعد هر کدوم از اون حروف هم 45 فیت ارتفاع داره. میشه هر 6 فیت میشه 1 متر و مثلا 80. فکر کنم مثلا 12 13 متر یعنی ارتفاع هر کدومش. اونا جالب. اون بالا هم نمیشه رفت هایک کرد طبیعتاً. فقط از اینجا میتونیم هایک بگیریم. می‌فرمایند هالیوود ما داریم میاییم. آره اینجا هم از این خیابونایی هست که چیزه. از این خیابونایی هست که فقط لوکال ترافیک میتونه بره. اون پایینش هم 2-3 تا تابلو زده بود که نو اکسس تو هالیوود ساین و اینا. بعد دیدیم گوگل مپس داره میگه Wait a minute. Who are you? برو. تابلو میگه نرو چیکار کنیم اینا. گفتیم حالا میریم ببینیم چه خبره. بعد یکی از این لوکالا داشت از اینجا رد میشد، اینا که خونهشون اینجاست. پرسیدیم این هالیوود ساین از این ور؟ گفت آره برید بالاتر، ماشینتون رو نمیتونید مثلا باید دور پارک کنید، هر چیزی نمیتونید برید به ساین دست بزنید، ولی اون پایین میتونید برید مثلا عکس بگیرید و اینا. یه احتمالاً برای این بوده که مثلا ملت تشویق نشن ترافیک زیاد بره. اینجا بگم منطقه هالیوود مثلا شمال تهران که مثلا جای خیلی خوشگل داره و خونه‌ها خیلی خفن داره و اینا قشنگ همون شکلیه. یه جاده پیش‌دست بشه خیلی باریک ولی خونه‌های خیلی خفن. So can you tell me which is which? That one is passion fruit. And then what else do you have? You have watermelon, pineapple, Strawberry with lemon, mango, and cucumber with lemon. Okay, very nice. And your favorite is this one here, the passion fruit. Well, let's see if it's good. Fatima. Yeah? Do we go with this one? Yeah. no sé cuánto nos dan ustedes. چقدر نوشیدنی به لباست میاد. شربت خیار لیمو شبیه هم شربت خیار
غذای سکنجبین خودمون خیلی طعمش شبیه خدایی خوشمزه است و تو این گرما و آفتاب میچسبه. جای شما خالی. منم تو همه ولاگا فقط خوردم. فاطمه کجاییم؟ اومدیم خیابون هالیوود واک آف فیم. اینجا یه ماشین خیلی باحاله و یه مثلا کلا وایب فیلم و هالیوود و خیلی وایب باحالی سر صدا و یه ماشین خیلی خوشگل بود. آقای الویس با ماشینش. اینم سوونیر شاپی که هست و کلا حواستون باشه بچه ها اینجا خب چون خیلی جای توریستی هست همه میخوان تیغ بزنن دیگه. حالا یکی دستفروش مثلا سوونیر یه خورده بی‌کیفیت‌تر اما ارزان‌تر میفروشه، یکی دیگه مثلا ممکنه یه هنری داشته باشه اومده ارائه داده و مثلا میگه $30-40 قیمتش، $20 قیمتش و خیلی باید حواستون جمع باشه. ما البته چندین بار اشتباه کردیم، مثلا تو تایمز اسکوئر نیویورک یه جا مثلا خیلی با ذوق و شوق رفتیم جلو، یه پولی مجبور شدیم آخر بدیم، به خاطر همین اینجا خود بیشتر مراقبیم، ولی خب خیلی باحالیه. اونایی که استوریای ما رو میبینن یا پست اول پیج ما رو دیده باشن، از سوونیرایی هستش یعنی یادگاریایی هستش که از شهر داریم. یعنی هر شهری میریم هیچی نخریم باید سوونیر بخریم. چی گرفتی الان؟ الان من ساین هالیوود رو برداشتم، به نظرم دقیقاً شبیه خودشه. بعد اینم دارم بهش فکر میکنم که برای لس آنجلس کیوت بود ولی یکم به نظرم گرون بود. کلاً سوونیرای اینجا که مخصوصاً لس آنجلس قشنگ یه لول یه روتر از بقیه جاهاست ولی خیلی خوشگلن و این فروشگاه خیلی محترمه. چی می‌خواستی برای من برداری؟ من برای گفتم که اینو برات بخرم یا اینو. حالا شما بگید که کدوم برشه. پرچم هری پاتر همه جا بالاست. خیلی تنوع بالاست. اینو بس اینو میخوای؟ الان میل نداری؟ من الان قهوه خوردم چرا آسمون قشنگه. خب الان اومدیم یه جای خیلی باحال، تو انگلیسی اسمش هست هالیوود واک آف فیم که ترجمه فارسیش میشه پیاده روی مشاهیر یا سلبریتی های هالیوود. این خیابون که از اینجا شروع میشه و مثلا 3-4 تا خیابون امتدادش هست، 2700 تا حالا سلبریتی مانند یا ستاره روی کف زمین هست که توی 5 تا دسته‌بندی مختلفه. این تلویزیون، فیلم، تئاتر، موسیقی و رادیو. و خیلی جالبه که بدونید برای اینکه شما هم اینجا اسمتون به عنوان ستاره بتونن توی پیاده روی لس آنجلس بزنن، باید اول 5 سال حداقل تو یکی از این زمینه‌ها تجربه کار داشته باشید. خب طبیعتاً سلبریتی هم باشید، خیلی کارتون درست باشه، نامینیت بشید، یعنی یه نفر بیاد شما رو معرفی بکنه به این سازمانی که انتخاب میکنه و فکر کنم معادل $50,000 یا $500,000 یه عدد اینجوری هم باید گرو بذارید تا در نهایت این ستاره رو به نام شما بزنن. مالک اصلیش هم میشه خب شهر لس آنجلس. ولی خب خیلی جالبه. حالا من یه سوال براتون دارم، اونم این که اگر شما میتونستید یک روز رو با یک سلبریتی میگذرونید با کی میگذرونید؟ کامنت‌ها برام بذارید. بچه‌ها با وجودی که همه ستاره ها اسمشون کف زمین هست، یک اسم هست که رو دیوار زده شده.
اونم به احترام اسم محمد علی کلی. خدا رحمتش کنه. خیلی خوشگله اینجا. واو، نمیدونستیم که اینجایی که داریم میایم واقعا قشنگه. الان هم آفتابم نزدیک غروبشه. امروز سه‌شنبه هست و سه‌شنبه ها تیوزدی یه چیز معروفی که یعنی یکی از اتفاقی که میفته تو رستوران‌های مثلا مکزیکی بهش میگن تاکو توزدیز. ما هم از قضا امروز حواس شریمپ تاکو کرده بودیم و اومدیم یه جایی نزدیک هتلمون، گفتن که خیلی خوبه، گوگل مپس در است و گفتن نیم ساعت طول میکشه. گفتیم تو این فاصله این قدم بزنیم و با این صحنه مواجه شدیم. ببینیمش خیلی خوشگله. لانگ بیچ اونقدرم که میگن زشت نیست، جاهای قشنگی هم داره. خب امیر حسین، سفر ما تموم شد، یعنی دیگه داریم از لانگ بیچ و لس آنجلس هم خارج میشیم. نظر در مورد این سفر 3 هفته‌ای چی بود؟ بسیار خوش گذشت، بسیار مشتاق رفتن خونه خودمون هستم به شدت ها، یعنی اصلا فکر نکنید اولین بار تو زندگیمون داره این اتفاق میفته. الان 15 روزه که ما زدیم به راه 2 تا کنفرانس، 2 تا همایش علمی. یکیش International Conference of Machine Learning در هاوایی و دومیش ACM Knowledge Discovery and Data Mining در لانگ بیچ کالیفرنیا، حومه لس آنجلس که دیگه حالا ولاگاش هم دیدین و خیلی خوب بود. خدا رو شکر دیروز توتوریالمون هم بسیار عالی پیش رفت، همه دوست داشتن و تقریبا کل اتاقم پر بود و کلی سوال بعدش پرسیدن و همه این چیزا. ولی دیگه الان واقعا خسته شدیم. Time to go. آره time to go home. آره. مخصوصا برای مایی که قبلش هم ایران بودیم، منم که قبلش 2-3 هفته آلمان بودم. امیرحسین الان بعد 4 ماه داره میره. آره من تقریبا واقعا 4 ماه 100 روز میشه که من خونه نبودم. بیشتر از 100 روز. آره در حد مثلا 24 ساعت 36 ساعت اینا بیشتر خونه نبودم و I'm looking forward to going home. مرسی که این مدت ولاگا رو دنبال میکردید. امیدواریم که شما هم لذت برده باشین. ممکنه مدتی جایی نریم، این ولاگا رو مرور کنید، دلتون تنگ شد. اما حالا ترتیب ولاگا احتمالاً تغییر کرده و یا باید بگم خبرهای خوبی در راه هست یا اینکه خبرهای خوبی رو شنیدی داره اعلام خواهیم کرد. احتمالاً خبر خوب ها شنیدی. آره احتمالاً شنیدی. اون زمانی که فیلمو داریم ضبط می‌کنیم هنوز اعلام نکردیم و با ما همراه باشید که کلی ماجراهای باحال همچنان در پیش داریم. آره. حالا یه سوال، تو دوست داری لس آنجلس زندگی کنی؟ الی نه. الی برای من تو ماچه. همون تورنتو هم، من البته تورنتو زندگی کردم، نیویورک بودم، لندن بودم، یعنی شهر بزرگ زندگی کردم، ولی شهر بزرگ یک چیزی میخواد، یک اعصاب فولادی میخواد و آدم باید ببینه که بستگی داره مثلا کارش کجاست، خونش کجاست، موقعیت‌های کاریش چه جوریه. شاید یه روزی هم اومدیم الی، who knows. ولی الان من به دیده فقط توریستی به اینجا نگاه. تو چی؟ حقیقتا منم خیلی الی رو برای زندگی دوست نداشتم، یعنی خیلی با فضاش حال نکردم. اگه بین این شهرهایی که تا اینجا رفتیم سن دیگو رو پسندیدم. کلا گرفته اون، با اینکه مثلا خیلی هم توریستی نرفتیم بگیم، ولی کلا شهر ما رو گرفت. اینجا سان فرانسیسکو هم نه. سان فرانسیسکو نه. خیلی حومه استنفورد میبی ولی خیلی گرونه. در کل امیدواریم که این ولاگو دوست داشته باشید، ولاگای قبلی رو هم دوست داشته باشید. ما تلاشمون رو کردیم در اینکه کار بود، یعنی امیرحسین خیلی سر شلوغ بود، یه ولاگ‌های کوچولویی هم براتون بگیریم، نشون بدیم چه خبره و چه جوریه و اینا. و امیدواریم که این سفرها تموم نشه، از این حرفا که میزنه اتفاق نیفته، بازم سفر بریم که میریم انشالله، ولی نه به اون شدت که این 4 ماه سفر بودیم. کارهای مهمتری داریم، اتفاقای جدیدتری در راه داریم که باید به اونا برسیم، ولی پیجمون همچنان هست و با کلی محتواهایی که براش برنامه‌ریزی داریم. میبینیمتون. خداحافظ.